سلام، من آماندام. سلام، منم گریم. اگه میخواید بدونید داستان ما چیه؟ پس با ما همراه بشین. گری! بله. تو خونه هیچی میوه نداریم، برو یکم میوه بخر. چی؟ میوه! آماندا لیستا رو نوشتی یا نه؟ آره نوشتم، فقط سالم بخر یا نری آشغالای مغازه رو جمع کنی بیاری. گری! باشه بابا، من که همیشه میرم سالم‌ها رو میگیرم. چرا میگه آشغالا رو میگیرم؟ خب این سیبه نه، این که لکه داره، این لکه داره، نه نمیخواد. خب این سیبه خوبه، این خوبه. گری، میوه های سالم، آشغال نه. خب این میوه سالمه، این میوه سالمه. خب خیار، این 8-9 تا خیاره قلمی هن. خب فکر کنم دیگه 1 کیلو شد. ما باید همیشه میوه کم بگیریم. چرا؟ چون 2 نفریم. میوه زیاد میگیریم میمونه، گندیده میشه، بعد بریزیمشون تو آشغالا. گری تویی؟ آره آماندا، بیا میوه رو گرفتم، بیا از دستم بگیر. مرسی گری. وای آماندا، کدو تنبل یادم رفت. میگم یه چیزی یادم رفت و یه چیزی انگار تو دستم کمه. آه گری، اصلا تعجبی نداره، امکان نداره یه لیست خریدتو کامل بخری و بیاری. آماندا و زهر مار. اوه باز گری رفته آشغالای مغازه رو خریده اومده. گری، اینا رو از کدوم گوری خریدی؟ آماندا، من کلی وقت صرف خرید این میوه کردم. چطور میگی من اینا رو از کدوم گوره خریدم؟ ای بابا، این زنا رو هر کاری کنی حتما بعد خودشون تو خرید بیان. نه یا آخرش چیه؟ چی داری میگی به بچه ها؟ هیچی میگم خودت دیگه از این به بعد تو خریدا بیای. تنهایی من نمیرم خرید. نمیذارم بری.